سه رازی که هنوز دانشمندان را شگفت زده میکنه. اگر تصور میکنیم فناوری‌های پیشرفته تنها محصول دنیای مدرن هستند، سخت در اشتباه هستیم. چون تاریخ نظر دیگه ای داره. در گوشه‌های از جهان سازه‌ها و فناوری‌هایی وجود دارند که قرن‌ها پیش ساخته شدند، اما هنوز هم پرسش‌های زیادی درباره اونها باقی مونده. در این ویدیو 3 نمونه از فناوری‌های شگفت‌انگیز باستان رو بررسی می‌کنیم. ستون آهنی دهلی که بعد از 1600 سال هنوز زنگ نزده. بتون رومی که بعد از 2000 سال هر موقع ترک میخوره خودشو ترمیم میکنه. و سلاحی مرموز به نام آتش رومی که حتی روی آب هم شعله‌ور میمونه. 3 فناوری از 3 تمدن مختلف که هر کدوم نشون میده دانش مهندسی در گذشته گاهی بسیار پیشرفته تر از چیزیه که ما تصور میکنیم. در قلب شهر دهلی هند ستون فلزی قرار داره که بیش از 7 متر ارتفاع و وزن اون حدود 6 تنه. این سازه که به ستون آهنی دهلی معروفه حدود 1600 سال پیش در دوران امپراتوری گوبتا ساخته شده. اما چیزی که این ستون رو مشهور کرده اندازه یا قدمت اون نیست. راز واقعی این ستون در مقاومت عجیب اون در برابر زنگ زدگیه. در حالی که بیشتر سازه‌های آهنی در برابر رطوبت و اکسیژن به سرعت دچار خوردگی میشن. این ستون پس از بیش از 1500 سال هنوز تقریباً سالم مونده. سالها دانشمندان تلاش کردند علت این پدیده رو پیدا کنند. تحقیقات نشون داد آهن به کار رفته در این ستون دارای مقدار بالای فسفره و فرایند ساخت اون با روش‌های خاص آهنگری باستانی انجام شده. ترکیب این عوامل باعث تشکیل لایه‌ای بسیار نازک از ترکیبات محافظ روی سطح فلز شده. این لایه مانند یک سپر طبیعی از ادامه خوردگی جلوگیری میکنه. به عبارت دیگه این ستون نمونه‌ای از مهندسی فلزکاری پیشرفته است که قرنها پیش از توسعه علم متالورژی مدرن ایجاد شده. حالا به امپراتوری روم باستان میریم. تمدنی که برخی از بزرگترین سازه‌های مهندسی جهان باستان رو بنا کرد. یکی از مشهورترین این سازه‌ها بنایی در شهر روم به نام پانتئون. گنبد عظیم این ساختمان بزرگترین گنبد بتونی بدون میلگرد در جهانه و نکته شگفت‌انگیز اینجاست که این سازه حدود 2000 سال پیش ساخته شده، در حالی که بسیاری از سازه‌های بتونی مدرن بعد از چند دهه دچار ترک و فرسایش میشن. اما پانتئون هنوز پابرجاست. برای سالها دانشمندا تلاش کردند راز این دوام عجیب رو کشف کنند. تحقیقات اخیر نشون میده که ترکیب بتون رومی با بتون مدرن تفاوت‌های مهمی داره. در این بتون علاوه بر آهک و سنگریزه از خاکستر آتشفشانی خاص استفاده می شده که به اون پوزولانا گفته میشه. این خاکستر واکنش‌های شیمیایی خاص ایجاد میکنه که باعث میشه بتون با گذشت زمان حتی قوی‌تر بشه. اما نکته جالبتر وجود ذرات کوچیک آهک در ساختار این بتونه. وقتی ترک‌های کوچیک در بتون ایجاد میشه،
آب وارد اونها میشه و این ذرات آهک با آب واکنش نشون میدن. در نتیجه مواد معدنی جدیدی شکل میگیره که ترک‌ها رو پر میکنه. چیزی شبیه یه بتون خودترمیم. این کشف باعث شد دانشمندان امروز دوباره به مطالعه بتون رومی بپردازن تا شاید بتونن از این فناوری باستانی در ساخت سازه‌های مقاومتر در آینده استفاده کنن. اما یکی از مرموزترین فناوری‌های نظامی تاریخ در امپراتوری بیزانس ظهور کرد. سلاحی که دشمن رو وحشت زده می کرد و در تاریخ به نام آتش یونانی شناخته میشه. این ماده آتشزا ویژگی عجیبی داشت. برخلاف آتش معمولی حتی روی آب هم میسوخت. کشتی‌های دشمن با یک پرتاب در شعله‌های فرو می‌رفتند که خاموش کردنشون تقریباً غیر ممکن بود. آتش یونانی معمولاً از طریق لوله‌های مخصوص از روی کشتی‌ها به سمت دشمن پرتاب می‌شد. ترکیب دقیق این ماده یکی از بزرگترین رازهای تاریخ نظامیه. برخی مورخان حدس میزنن که ترکیب از نفت خام، گوگرد، رزین و شاید آهک زنده در اون استفاده می شده. اما هیچ سند قطعی از فرمول دقیق اون باقی نمونده. دولت بیزانس فرمول ساخت این سلاح رو به شدت محرمانه نگه می داشت و تنها تعداد محدودی از مهندسان به اون دسترسی داشتند. بعد از سقوط این امپراتوری دانش ساخت آتش یونانی برای همیشه از میان رفت. ستون آهنی که تقریباً زنگ نمیزد، بتونی که میتونه ترک‌های خودش رو ترمیم کنه و آتشی که روی آب میسوخت. اینا تنها چند نمونه از فناوری‌های شگفت‌انگیز در تاریخ بشر هستند. نمونه‌هایی که نشون میده تمدن‌های گذشته گاهی دانشی داشتن که بعدها برای قرن‌ها فراموش شده و شاید پرسش اصلی این نباشه که این فناوری‌ها چگونه ساخته شدن، بلکه این باشه چند فناوری دیگر در دل تاریخ گم شده اند که هنوز آن را کشف نکرده ایم. اگر به رازهای شگفت‌انگیز تاریخ علاقه دارید، کانال تاریخ نگاه رو دنبال کنید.